رفرش ریت و رسپانس تایم چی هن؟ آیا اونقدی ارزش دارن که براشون بیشتر هزینه کنیم و به درد کیا میخورن؟ معادل فارسی کلمه رفرش ریت میشه نرخ بروز رسانی. به تعداد دفعاتی میگم که مانیتور میتونه عکس رو بروز رسانی بکنه، اونم فقط توی 1 ثانیه. تو دنیای واقعی چیزی به اسم ویدیو وجود نداره، صرفا عکس هایی هن که پشت سر هم قرار گرفتن. خب طبعا هر چی تعداد این عکس ها بیشتر باشه، مخاطب تصویر نرمتر و روونتری رو میبینه. حالا این سرعت بالا به درد کی میخوره؟ به نظرم مشخصه، کسایی که ویدیوهایی با سرعت بالا میخوان ببینن یا گیم بزنن. البته که ما تو دنیای مانیتور بهش میگیم هرتز و تو دنیای بازی ها بهش میگیم فریم. یه نگاه به این 3 تا ویدیو بندازید. ویدیو اول 60، ویدیو دوم 144 و سومیش 240 هرتز. فرض کنید که شما دارید یه بازی آنلاین بازی میکنید و وقتی تصویر 240 هرتز رو با 60 هرتزی مقایسه میکنید، میبینید چقدر دنبال کردن سوژه توش راحت تره. خب این برتری سخت افزاری خیلی جاها هم اتفاق میفته. فرض کنید شما یه مانیتور 240 هرتزی دارید، حریفتون یه مانیتور 60 هرتزی. شما به مراتب زودتر اون رو میبینید تا اون شما رو. ولی هر چقدر رفرش ریتتون بالا باشه، تا زمانی که رسپانس تایم مناسبی نداشته باشید، عملا براتون کارایی نداره. حالا رسپانس تایم چیه؟ معنیش تو زبان فارسی میشه زمان پاسخگویی، اما به صورت عملی و تکنیکال یعنی زمانی که طول میکشه که پیکسل‌ها تغییر رنگ بدن و با G2G هم محاسبه میشن، یعنی گری تو گری. فرض کنید توی صحنه یکسان تو بازی یک بار تو نقطه X وایساده دشمنتون، یک بار تو نقطه Y وایساده. خب وقتی از نقطه X میاد داخل نقطه Y، جاش داره عوض میشه. اگه لباس مشکی پوشیده باشه، این پیکسل‌های مشکی باید بیان تو نقطه Y وایسن. این تغییر رنگ نیازمند زمانه برای مانیتور. پس این زمانی که طول میکشه که این پیکسل از رنگ A به رنگ B برسه رو بهش میگیم رسپانس تایم. حالا فرض کنید شما مانیتوری دارید که 240 هرتزه ولی رسپانس تایمش 10 میلی ثانیه. خب این برای شما دقیقاً فاکتوری به وجود میاره به اسم گستینگ. رفرش ریت بالا و رسپانس تایم پایین یه ترکیب خوب واسه مانیتوره، اما 2-3 تا فاکتور دیگه مثل VRR داشتن نداشتن و اینپوت لگ هم هستش که اگه میدونید تو کامنت ها برامون بگید، اگرم نمیدونید تو ویدیو بعدی توضیحش میدیم.